سلام وقتتان بخیر. به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. 7 اپریل مصادف است به روز جهانی صحت. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به همین مناسبت از تلاش‌های دانشمندان و کارکنان صحی در افغانستان که در حال نجات جان انسان‌ها هستند قدردانی کرد. به گفته این نهاد با حمایت صندوق جهانی خدمات مربوط به HIV، توبرکولوز و مالاریا در سراسر کشور ارائه می شود که سبب تقویت سیستم‌های صحی و دسترسی به آسیب‌پذیرترین افراد می گردد. بارش سنگین برف امروز بخش‌های وسیع از مرکز ولایت پنجشیر را سفیدپوش کرد و دمای هوا را به طور چشمگیر کاهش داد. به گفته منابع محلی این برفباری که در اوایل فصل بهار رخ داد بیشتر مناطق مرکزی این ولایت را در بر گرفته و باعث سردی ناگهانی هوا شده است. دوباره خوش آمدید. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان بار دیگر از رویکرد اسلام آباد به شدت انتقاد کرده و گفته که رژیم نظامی پاکستان از امریکا و اسرائیل پیروی می کند. وی از آغاز مبارزه‌اش در برابر سیاست‌های نادرست دولت پاکستان از شر مردان خبر داده و گفته که این کار به دیگر شهرهای پاکستان نیز گسترش خواهد یافت. رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان همچنان از بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری پاکستان با افغانستان و هند ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش که हमारे حکمران امریکا के غلام हैं. به دنبال انتقادهای تند داخلی از رویکرد کنونی و سیاست خارجی پاکستان، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان رژیم نظامی آن کشور را به پیروی از آمریکا و اسرائیل متهم کرده است. وی با نادرست خواندن سیاست‌های پسین رژیم نظامی پاکستان گفته که اسلام آباد می‌خواهد امنیت اسرائیل و آمریکا را مساعد و زمینه را برای ادامه نسل کشی اسرائیل و قدرت طلبی آمریکا فراهم سازد. پیش از این نیز چهره‌های برجسته سیاسی و رهبران حزب‌های پرنفوذ پاکستان از سیاست‌های دولت آن کشور به ویژه در جنگ با افغانستان به شدت انتقاد کرده و خواستار تغییر در آن شدند. که हमारे حکمران امریکا के غلام हैं. امریکا इस वक्त इसराइल की पुष्ट पे खड़ा है. उन्होंने फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया. अभी उनका फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से पेट नहीं भरा कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया. लबनान पे वो कत्ल गारतगरी कर रहे हैं. حکومت پاکستان با اجرای سیاست‌های نادرست خود می‌خواهد امنیت رژیم اشغالگر اسرائیل را تأمین کرده و زمینه را برای نسل کشی‌ها و غارت‌های جاری امریکا در جهان اسلام فراهم کند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هشدار داده است که در برابر سیاست‌های نادرست حکومت فعلی پاکستان مبارزه سیاسی خود را از شهر مردان آغاز کرده و آن را به سایر مناطق نیز گسترش خواهد داد. وی بار دیگر از بسته ماندن مسیرهای تجاری با افغانستان و هند توسط حکومت آن کشور انتقاد کرده و گفته که افغانستان و هند راه‌های دیگری برای تجارت دارند، اما پاکستان با چالش‌های اقتصادی روبروست. इनके नापाक इरादों को हमें समझना होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 अप्रैल को मर्दान से एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से हम इनके खिलाफ कलमे हक बुलंद करने के लिए आगाज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ما در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست پاکستان از 12 ماه جاری مبارزه سیاسی را از مردان آغاز کرده و آن را به دیگر مناطق پاکستان نیز گسترش خواهیم داد. از سوی دیگر تام فلیچر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه اعلام کرده است که در پی درگیری‌های پسین در امتداد خط فرضی دیورند نزدیک به 94,000 افغان از خانه‌هایشان آواره شدند. به گفته او این خانواده‌های بیجا شده با مشکلات شدید انسانی مواجه بوده و به کمک‌های فوری نیاز دارند. وی همچنان افزوده که سیلاب‌های پسین در 31 ولایت افغانستان نیز خسارات سنگین به مردم وارد کرده است. تا زمانی که سیاسیون پاکستان مخصوصا نظامیگرانشان سیاست‌های خود در قبال کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان را تغییر ندهند، این بحران در داخل پاکستان بیشتر شده و سرنوشت نامعلومی را رقم‌ها زد که البته در شرایط فعلی به نفع نظامیگران پاکستان و کشورهای منطقه نخواهد بود. این در حال است که روز گذشته سهیل افریدی وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا در یک گردهمایی مردمی در منطقه باجور گفته بود که رژیم نظامی پاکستان به گونه قصدی پشتونها را به بهانه دفاع به کام مرگ می‌فرستد و منطقه‌های پشتون نشین را ناامن می‌سازد.